از چه چیزی هراس دارین؟ چری از زبان ما میترسین؟ اگر خواب حذف زبان فارسی را در کلهای خام خیش میپرورانین، این آرمان را به گور خواهیم برد. ما خوابهای شما را پریشان میکنیم. فارسی یک زبان نیست. فارسی زبان دوم اسلامه، زبان سلمان فارسی و امام اعظم ابو حنیفه، زبان امام بخاری، امام مسلم و باقی مؤلفان صحاح سته، زبان ابو علی سینای بلخیس، زبان خواجه عبدالله انصاری و امام فخرالدین رازی. اگر ادبیات دنیا توانست نام بلند فردوسی ره، نام حافظ و مولانا و سعدی ره، نام بیدل و خیام و جامی ره از یاد ببره، اگر تاریخ بشریت توانست نام کوروش و رستم دستان، نام آرش کمانگیر و ابو مسلم خراسان را فراموش بکنه، شما هم بر خیال باطل خیش بمانین. جناب